خب منم مهمانان عزیز از دور نزدیک آمدگی ها خوش آمده نور دیدار تاجیکستان یه هم بگذار با دعا کنید در همین خاندان بچه های با همیشه با کمال شود با همیشه توی تعزیه شود که ما همه کسا تماشا کنند حلاوت برید یا آمی که هم بگذار آمی خدای الهی همین باز با کمالی پیرس را با دمجا با توی خونه شود الله اکبر شما در رفیقان دیگه نشمیده کشینه مهمون آمدین از دور نزدیک برای شما خدمت میکنند تا روز که شما اگر ترتیب پیستر نگاه کنید پیستر کلان یک یگیت 4 کس میدیدگی بزبلا اونجا کچ پغلی کرگی طرف آتش گفته است که آتجان دیدی همین دادر ایمان در حیاتش آدم نمیشوه عقلم نمیگیره آتجان دیدی گپ نگرفت آتجان رو یک آب نوشو با من هم در یک کاسه آب گی بیاد و خیلی فرزند چکر شکرانه میکنی پاک از آدم آمدیم و ناپاک شدیم شادان بدر آمدیم و غمناک شدیم بودیم زی آب دیده بر آتش دیل دادیم به باد اون رو در خاک شدیم یک خیل زنکی بیزه بسیار ناز و نزی بیجا بکنن در دهن زدش نمیشه ای پلاستلین امتری زنک ساز میکنی شب و روز با جونت بدازه زنی دامل افندی از جمله هم خیل زنک ها بود است شب ساعت 4 شب خونه افندی زنی افندی تمپراتور میکنه جونم میمرم آه دختری سیاه پیچه تاچه دامل افندی بیدار میشه دستش در برای دستی کمپیرش میماند تمپراتورش 41.5 تا کم 42 آدم خدا ترس در همه 41.5 ممکن قریبی خیر خشمه او زنک نه اون نالش اثر کرده است گنده را نگاه که تمپراتور تاثیرش نمیکنه بعد دامل افندی بیدارش که از دیده زنک کم کم هرزگویی میکنی و تمپراتور کرده چکور کردی همی تو زنش میگه روم سیاه خواه دیدم که یک خونه بلند انتری میمان خونه سیاه شاهی جون بدرونی کنال سرکی غلطیدم غلطیدن که غلطیدم مردم این همی تابوت تیاره در بالای تابوت موندنم بردنم گوری تیاره کندگی نه در درون گور موندنم که در تو کشم بیدارم کردی نه باشد تا این خاکم میکردم افندی گفته 100 نعلت به من به بیداری کردگی کاش که بیدارت نمیکردم در حیاتم یک بار اخبار شدیم همیشه هم بود سلامت باشید ما همه آدمای کیاسکای شهر که بیم تیز ایسوسمه گردیم یک روز رفتم پیش کیاسکی گزت فروشی جایی که مجله و روزنامه سودا میکنن هم رفتم نگاه کردم اکای زفر کشتم در ماچه یکی زفر یافته است کلندر در بالاش اکای زفر نگاه کردم تماشا کردم پایون انسامبل زیبا همینطور کلندر کردگی این طرف 3-4 نفر دیگه 2 نفر از پیش من ایستادگی یک تجربه که خالش کرد طرف همون زنکی که گزت میفروشن خالش کرد از همون زیباتون یک 2 دانه تیتون همون انسامبلتون من گفتم خاله 2 پشک زفر تی بعد گشت من اینا کرد خیالش که این جنینی نی نرمالی نی من گفت که محمد همگی یک پچکه 100 دانه ریالیزات شدگی محمد 2 پچکه نیست من گفتم کودک دارمون 2 پچکه چی میشه باشه 3 تا بگیرم این بیچاره پیش من ایستاده گشته من نگاه میکنم خیلی باید که من جنیم بگذار جنی باشم زفر خریدن میگیرم خدا تتا میتتا نه تتا بیاری نمیتتا به ادب با 1000 کس تنهاست یک دانه نیکی 1000 شرامت اگر آن در مرزه دل یک افتاده باشد میگن که مرده اگر با قدر گلستان می شود مرده اگر به قدر عزرایل پشیمان می شود یک گروه توریستا از ریان ایلیچ سوار اومدن یک در کتاب که اومدن یگان جوباش که در پلتکان نمود است یگان سکچک سوزنک رشته و یکی نمیدیم که نمود است خرید کردن گفتن که قلعه حصار تماشاتو میبریم در مرتفع ایست اومدن که نگاه کردن در بری بالای گورستان یک گروه مرده ها ایدرون گور برمدن کفاناش آویزان فقط تار داده سدن رن با کیدا اشتکتن دا کیدم اشتکتن دا کیدم این بک دیدم علی کفانا ایس رفته سدن اوس رفته سدن
توبه کردم خدا پروردگار 18,000 عالم از بلاهای آخری زمان، از تهمت ناگهمان، از مرگ مفاجا، از همسایه بدگمان نگهدار باشد، زشتن سری پلیسی را تا آسان گرداند. فرمودم توریسا رفتن پیش مردا که مردا همین برابنا در دست زده سدن تا بوده سدن. گفتن همین ما زنده ها دوادار کریم بس نیست، شما چی جوری سیاه میکنید؟ در همون گوری تنگی همین خرکه که خشرو بسی نمیشود. یک کش گفته است که یک معلومات باز آوردن در برم و سیر و شید گور کردن ای برای همه مون نوشته است که ما نادرست مردیم، ما چریز مردیم. همه مون زدن پیش کردن ای سری نو زبان خط مون گرفته و ای سری نو گور مکریسا بیان به عدد در همه جان قرار نمیشینم. خداوند دنیا را تنجی بیارد، امانی بیارد، آسایشتگی باشد، دسترخوان پر از ناز نعمت باشد، همین که خندیم و استراحت کنیم و آوازی خوشی مطربان تاجیک پرننداز باشد. سال 1983 زمین در نایحه کوهستان جنبید. نمیدونم در شما، خیلی در شما دیرتر جنبید. او سالی که در آنجا جنبید نصیب نبوده است، کسی ضرر اقتصادی و اجتماعی ندید، فقط بعضی امارات ها فرو رفتن. یک حکپس میگن در یک حکپس یک مردک یک بقه داشته است، بقهش 3 حلقه در بینش انداختگی، 2 مرتبه شاخ برآوردگی. حقانی بقه 3 بار در بازار آوردن 3,500 تا نداده است. پس شود 4 تا نشود 3,500 تا بقه را حیف نمیکنم. وقتی زمین جنبیده است همین بالای بام آبون همین تا رفته از بالای گاو زده است. اگه خیلی گاو در مردنش آدم نمیشود. تصور کن سنبی پاش میکنه. خیلی مردم در تشویش زمین جنبی این طرف و طرف شب شده است. روزی دیگه ساعت 4 که رفتن بقه در تای همون خاک چنگ همین ترک ایستادگی پاها خالا گرفتگی خاکا را ایسوس و پرت کردن چپا کردن. یک نیم تن خاک بود است یا 1 تن خاک بقه را برآوردن ساختی را بادراه میکردن. بردن عینک کشیدن کمپرسوراتش کردن. مردم اومدن گفتن که داملا دنیا ناتیجه آخه خیلی زمانه رو دیدی چه خیلی مردم گاو و گوسفند کشتن، بز کشتن، خروس کشتن، صدقه ردی بالهای آخر زمان همین بقه نکشتی در حق روح و ارواح دی. گرچه از گفته است که برای 2 بال 3 بال خروس میکشن و مرغ میکشن و گوسفند میکشن و بز میکشن. این بقه من برای 9.5 10 بال میگه. همین آدمیزاد همین خیر است، از دنیا آمده است، با کمال عمری کلی نصیبش باشد میرسد. یک مسافت یک 85 رفته است، کمپیرش یک کفاش 80 82 کتا کمپیر رفته شده است. در این 3 سال که دندان باقی نمیموند. خود میفهمید بوسه کردن کمپیر در خاطرت میبراید. تو با جون کمپیرت میزنی، کمپیر با جون تو میزنه. تو که خونه دمادی کمپیرت نانشته میرای بانسو، کمپیر که ما تو چای خونه میرای خوی نخوی میخوای. ساعتهای 4 شب کمپیر افندی که اساس دهنی بیدندو قطعی یک بوسه کرده است. کسی که ببی و بیکران دارد مزه و لذتی بوسه دهنی بیدندو را خودش میفهمد. پرای روی دامل افندی پری آولو و تفالو شده است تا تازهش کرده است و کمپیر گفته است به ما 40 سال پیشگی یک مچه کرد امشب باید تا بوسان زدی تنجی های کمپیر گفته است یک ناس کرد گفته است که روم سیاه اگر هیچ امکی نگوی سبب شگفت میزنم. ناملافانه گفته است هیچی نمیگم چرا یک بوسه زدی؟ کمپیر گفته است پیش ایتره گفتن یک لباو میگذاشتم امشب در خوابم در اومدم. داملافانی را اپیتیتش تیت پیت شده است پشت گرونده است خواب. شب آینده همه وقتی که کمپیر بوسه کرده بود مسفید یک مشتی آدار در پیشونی کمپیر گرونده است پرورده است. کمپیر گفته است 70 بلاد برزه یک پیلتر سیاهی زیر کرد چیکار کرد؟ این 30 سال پیش که یک پلت رو زده امشب باید یک مشتی آدار رو پروردی چی بلد زد؟ مسفید گفته است که همه لبانی که تو امشب در خواب من رو اومد. همین زندگی مجموعه بیش و کمی سالهایی که استوده بودیم راست گفت خیلی همین او قناعت که نمیتونیم استیپندی هم نمیگرفتیم 1000 باش کرد. خیلی همین باهای 3 و 3.5 و 2 و 2.5 قطعی هیچ باهای استیپندی نمیبینی. دایم رنگت زرد اقسام زدی لافت میرود. یک روز پیش اونیرمت خمیدم همه را یکی
تای زمین خطی میگذاره هم دیگه است نگاه میکنم یک 5 تا تابوده ایست 5 تا ایست پیششون توی تنگا گفتم خدا داد آخه منم یک مرتبه تابو میشکم ندارم نگاه کردم یگان شناس ایست نیست آن طرف شناس نیست یک جای خشوری هست که ساکنه هست که شمال ووز عرق تا خواب میکنه بعد یک پاچه ما برای بالا برداشتم یک استیل ما بالا برداشتم بعد همین خیلی ایستادم با طرفی در کار نیست همین عادت ما پاکت برداشتم تشکر وقتی پدر استی تشکر خام کازانچ اطلاع بعد همین پادران بعد ایستادم بعد همین خیلی کردم خیلی گفتم یک چیدیم چی میشه که صحیح همین خیلی کردم بعد کاس یک ذره 20 30 40 پرتاخته ایستاده است 15 دقیقه ایستادم 8 تون جمع کردم همین وقتی همین تا غمزه کنید که هادی و شادی اومدن نه معاش گرفتن زبردستا من خیلی تکراری انجام میشوازم کنم 50 تون پرتاختن یا تاش گفتی بچه یاش حیف شده است خیلی بگردم گم حیف شدم 2 سون پرتاوی حیف شدم 3 سون پرتاوی یا 50 تون در 2 کاسه حیف شده است بعد خیلی اول جمع گیر کردم پاشم اساس کردم اون طرف رفتم یک نسخه ایستادگی یک تاقی انا میخدم در پیشم دیگه اون طرف یک تاقی ماید هک دیگه بعد گفتم بابی این چیه گفت بچه ما دید ما چیکار کردم تا کار چی با من هی گفتم چیه گفت که انا این تاقی ماید هک فیلانی تاقی کلونیه نه تا دختیناش از زربک شده این تاقی ماید هک میپرتم من بسنه بروش دهی میپرتم گفتم کم تازم با پولی خدم کم نشوید طرفی بدخشان هم بسیار سفر میکنم یک وقتا زبان بدخشانی رو نمیدانستم حاضر خوب میفهمم خوب گپ میزنم تعریف نشود خودپسندی آثار نادانست میبخشه اون وقت میدونستم اگه گجامدی گجامیرای نامکیای آتداری آچداری بعد کم کم حافظی بدخشانی رو میدونستم ماشین تاجیکی طرف کسر اگر دست بالا کنی تا او جای بالا 500 تا میگیره ماشین رفیق ازبک دست برداری 500 تا میگیره روس هم باشه 500 تا میگیره یگانه بچه‌هایی که همین بچه‌های همین تا بسیاری پول استودنت نمیگرفته که این بچه‌های بدخشان هم بعد نگاه میکنم ماشینی بدخشانی میومد میفهمیدم که گبیبه 50 افتاباز خالاق بعد دست میبرداشتم برو تقبل سم ترایی بیرو تقرار کنن بعد قرار میکرد سلام علیک میکردم من میگم که تو ترکارم نه این موزم ترشافه نمونه بعد میگم از می مسپرو سخ و مرجدت که موزم شجیعتم اون طرفتر را من انتظار شو من میبیام اگر 10 مسکت با پای و طورت میشیدم میفروشه کبی ستریک مثل شوک خودگیر فراز اینجا تمام افکار شکست ماشین تمام شد موسفید میگه بچه نه 2 کیلومتر دیگه میرم پای و طورتم اصلا دیر میکنم خیلی من گفتم مثل شوک فراز تمام اینجا ماشین افکار شکست تمام خودم تمام استناف کسم بعد من آکی اونجا استادگیم ده این طرف میاد در روی میکنم حد سوار میشم 60 کیلومتر رفتن در کار 3 سومه باید من نتیم باید خدمت شناس میکنم اولا یک آهنگ با نام نولای چپان سرنده سلستی با مارک فلرمانه دارنده یک چند هاردن میدل های استخوانی پشمی و ریزنی و کاغذی اشتراکچی مثل فستیوال های کروبنی در شهرهای خمدان جیندان ورزیدان شاگرد وفادار مستقدم لی شاه دولت حلی نظر محمد بیکوف امیر شاه جان بعد حیران میمون که امیر شاه جانش کی باشم بعد سر میکردم حافظی را من وقتی به علم میخونم حقی چشم ما سخت میپوشونم چونکه خودم علم میکنه آدمی غریب افتاده گفتن بعد سر میکنم زیر 5 تن بار دارم 5 تن دیگه وزنی خچایی انا میخوام کوتاه رفته شده بوست میکنم من همین که باید حافظی کنم که 3 سومه رو نگیرم همه درد جونی غمی همون 3 سومه آیا تو خود شکری قبوله لحن لبونت شکرای من دت ستا هاي هاز لحن لبونی قبوله وتشكر میره زداد با تای علمقری عرق میبرم میاندازم ای علم با تای دل میگم ای خدا که یگان ایتا پیشکل توی میاد سپوس که میگی جونی منم خلاص شو ای جاویدن جونی ماشینم
سری کوتاه میبریم و 4 روز میذارم منم کنگر میگم واسه خانه برای من گویت کنم جان هنده شب چشمان سیایت کنم جان هنده شکنم دلم به فریاد هایت مالدیت ستا خراغت چشم چپ هوی مینم که نگاه میکنم در همون رههای ویرون و کج کلت هر دی دستور هوی کرد در پیش لبابای دوری زده ساست اما دیتسا قبولا همین کس چشما ما پوشوندم که در اینجا نظریم اونجا میذاریم اونجا نریم در غور میپریم تا او پاوراتی طرفی سردش میرم که توخال و لوخال لو میزنم سقلس اینوگی پام تاتار سر میزنم منم تا خارجه سرم حافظی که رزان سیسمان نگیرم اگه من پرسید از جای ما گفتم از شغنون بعد همون رفتم گفتم تلاتر موزیکا بعد گفت تو چیست کاری چیش تا لودت تر شغنون تیتا من میگه اوزم شوتیتم چوشم مورام و نین موفقه اولادین تروت بعد میفرم سیسو میرن نگیرن خوبه گله ها بر وقت دریدگی هم سیسو مدراز میکنم طرفی من میگه آره تر لب ترمش پومیر ترمش بدخشون کمونیزم بافتم مرا رسوم دکی مش پومری بجگلی نزیزه پول نمیگیرن بچه ما گفتم که نگیری 100 نابود توی شیطونی مرانی برای همین سیسم بود میرم یک هفته دیگه آوازا نمیبرایم موسیقی آتا میگه که کمتر شیر بیار آچه میگه آچه میگه که ای شیر آواز میبرور گسلا ساختی بلبل حافظ میگه این صغیران تا به آواز هایی و این قصه بود سلامت باشید دوستای بودم دوستانی که ندارد دوستان شوق الهام نمیبخشد بدیل روی گل به روی یار مهربان لذت طعام نمیبخشد بدیل یک گرمی لس آنجلس سیو میبرد در بازار ایستادگی که یک ارمنی میشناسش که همین تاجیکی نزدش میبید بعد میگه که آره какой цена вашей яблоки گرمی میگه که 6 روبلی 6 دلار دایوش دایم все армян میگه که آره давай по 4 или по 2 بعد کس که میخوچی گرمی میگه میخوچی دایم 6 روبلی دایم میدایم این وای армян میگه که آره یک کلمه خیتری армян хочешь не хочешь я возьмем герми میگه хочешь я тебе не даем если ты хитрый армян то я хитрый армян салам алейкум دوستان محترم کرداشید شباشید رغبت کردم امیرشاه برای سوال توی خودتون نوبت رو با حافظی نامی جمهوری اکای مرودبک میدیم مرحمت اکای مرودبک مرحمت